سلام، با شما این با یه غذای دیگه از خطه بوشهر به نام گمنه یا للک یا بلغور گندم. ابتدا پیاز رو به شکل میگیریم خورد، با ادویه‌های معطر و نمک میذاریم یکم طلایی رنگ بشه و آب بهش اضافه میکنیم. وقتی که آب به جوش اومد بلغور گندم رو به اندازه آبمون بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم. به یک غلظت خاص که رسید موقع دم کشیدن نگاه کنید. به این صورت، با این غلظت. حالا وقتشه که شعله رو کم کنیم و سر قابلمه رو روش بذاریم که دم بکشه.